تفاوت ماشین خریدن ایرانی‌ها و خارجی‌ها. بچه من بعد از 2-3 ماه کار کردن تصمیم گرفتم که این ماشین سفیده رو بخرم. پول $2,000,000. آقا سلام، خسته نباشید. سلام پسرم، خیلی ممنون. آقا ببخشید این ماشین سفیده که گفتین 2,000,000 بعد الان همون قیمتشه یا رفته بالا؟ نه پسرم، $500,000 ارزونتر شده. واقعا؟ باشه آقا، یا علی خدای شکر. بچه خب آقا من این ماشین رو میبرم. خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ. بچه من سال پیش اومدم این پیکان مشکیه رو بگیرم، قیمتت بود 100,000,000 تومن. الان ببینم میتونم بگیرمش یا نه. پولامو جمع کردم. آقا سلام، خسته نباشید. سلام جناب، بفرمایید. این پیکان مشکیه قیمتش چقدره؟ 400,000,000. یا ابوالفضل 400,000,000؟ من فقط 100,000,000 دارم. آقا ببخشید این موتور قراضه چی این قهوه‌ایه؟ حالا 50,000,000. خیلی ممنون، دمت گرم آقا. من این دوچرخه رو میبرم. خیلی